نام چیست؟ زبیولا. از کجا هستی؟ از ولایت کابل. کجا میشینی؟ شینه. خب همین روزایی که شما میکردن موقعیتشان کجاست؟ چاره بخواد بلاک بخرا. در بلاک تو که خودت دوزی میکردی بله. از مردم که تلفنش میگرفتی بله. چه قسم میگرفتی؟ فنجر سرش مرمی تیل میکردی میگرفتیم تو بکش هرچی که هستی. خب تو پنجره از سرش میکشی برش میگفتی تلفن تا بکش پیسه تا نمیکشم. بله همونطور میگرفتیم. خب چقدر پیسهش باز میگرفتی؟ زیاد نمیگفت 2000 یا 1000 مقدارات جیبشون. تلفنش هم میگرفتی؟ بله. لگتش خو میکدی؟ نه فیاکسی تو پاپا گپا میسازی. میزدیش. بله. خب این مردوشان دی ولایت است؟ بله دیواناست. این چقدر یک دو تلفن خو زده؟ مقدارات زدیم. خب این دی ولایت هم تلفنش میگرفت؟ بله. این تلفنش میگرفت؟ پیسه‌اش این میگرفت تو میگرفتی؟ تو پنجره سرش هم میگرفتی یا چی را؟ چی؟ تلفن دیگه را؟ آیفون نه؟ نه باید گلکسی دیگه. یک دو دانه خو گرفتی؟ خب اقرار خدا ری که مثال ما امی کارش تو کار ما است امی دوزی بله میکردیم. دیگه چیزی که کردیم دیگه میگیم دیگه. دوزی میکردیم. بله.